آقا معین 18 سالش شد، گواهینامه گرفت، یه ماشین هم گرفت و ماشین پلاک زنجان بود، یعنی صاحبش زنجانی بود. ما رفتیم تمیز پلاک هم کردیم و تمام شد و یه روز خونش ازوری گفتش که بریم تهران یه دور بزنیم، بریم واسه ماشین لوازم بخریم. گفتیم بریم. رفتیم جمهوری ماشین یه جا پارک ممنوع پارک کردیم و رفتیم خریدمون کردیم، اومدیم دیدیم ماشین نیست. این ور بگم اون ور بگم، یه افسره رو دیدیم گفتیم جناب سروا ماشینمون نیست. اون ماشین رو جرس نقیل بردن پارکینگ. خب حالا چیکار کنیم؟ گفت بعد بری زنجان سه تا ترخیص. گفتیم یا ابوالفضل. اومدیم خونه مدارک رو برداشتیم رفتیم ترمینال آزادی 2 تا بلیط گرفتیم رفتیم زنجان. رفتیم راهبر زنجان و افسر ترخیص رو با بدبختی پیدا کردیم، مدارک رو گذاشتیم جلوش، گفتیم سلام ما کرج اومدیم ماشینمون رو خوابوندن، مدارکش ماشین رو ترخیص کنید بریم. گفت کجا اومدی؟ گفت ماشین رو کجا خوابوندن؟ گفتم تهران، متاسفانه مدارکش بدید ما بریم. گفت پسر گل تهران خیابون زنجان. تو اومدی استان زنجان. بعد خلاصه چی بهش گفتیم که جان سماعه چی کار کنیم؟ گفت همینو 350 کیلو برگرد بزن. رفتیم خلاصه برگشتیم با اتوبوس رفتیم سه تا ترخیص خیابون زنجان تهران، اونجا که موبایل رو میگرفتن گفتیم سلام من داداشم از استان زنجان اومدیم خدمت ماشین ما رو ترخیص کنیم. گفت خدا وکیلی راست میگی؟ گفتم به خدا. افسر به ما نگفت استان زنجان، گفت برو زنجان سه تا ترخیص. ما چون سال قبلی ماشین زنجانی بوده فکر کردیم بعد بیام استان زنجان ترخیص کنیم. گفت باشه برین تو. بعد تو بیسیم اعلام کرد که 2 نفر الان میان تو اینو ساگیری کرنجان رفتن استان زنجان ماشین ترخیص کنن. تو صدا ترخیص ما رو با انگوش نشون میدادن. خلاصه این چی دیگه یه رو به ماشین ما رو ترخیص کردن. فقط ما 600-700 کیلومتر 700 کیلومتر اشتباهی راه رفتیم.